الو اوچه؟ باز شما چند بار با شما گفتم که در وقت کاری با من زنگ نزنید. خودم بیکار شدم زنگ میزنم. بیزار کردیدی؟ لابای جونی ما چی خیل؟ ها امروز معاشم رو گرفتم در فابریکای شیرین. بله کی میوی؟ مایلش انتظارم. سلام علیکم. تو خوشبخت آدم بودایی. بله خوشبختی دیگر از این زیاده می شود. امروز معاش گرفتم، کار خوب یافتم. باز با دوست داشتم ملاقات دارم. خوشبختی دیگر از این زیاده می شود. من این را در نظر نداشتم. چی رو در نظر داشتی؟ خوشبختی تو در آن است که مادرت به تو زنگ میزند. 5 سال می شود که مادرم به من زنگ نزده است. مادر جان، هر روز انتظاری آنم که یک بار مادرم با من زنگ زند تا که ساعتها با او صحبت کنم، ولی تلفن مادرم خاموش است تا ابد. من هیچگاه رقمهایش را از تلفنم نابود نمی کنم. هیچ نعمت دنیا با مادر برابر نمی شود. مادرت را دوست دار. الو بچه جون، ما رو ببخش. حاضر به نزدت میایم.